موالات مکفره، دوستی هایی که انسان کافر میسازه و یا مرتد میسازه و از اسلام انسان بیرون میکنه و زن انسان طلاق میشه و تمام اعمال انسان عبث و باطل میشه و انسان مستحق جهنم و دوزخ الله متعال میشه. این اعمال در نص سری قرآن کریم و در احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه وسلم خیلی دلایل زیادی داره و بیان شده. دوستی کردن با کفار انسان از اسلام بیرون میکنه و کافر میسازه. یعنی کفار حربی، کفار که ذمی باشن یا مستأمن باشن، به اجازه خلیفه مسلمان ها و نظام خلافت اسلامی باشه در روی زمین بیاین، به اصطلاح با اونها گپ زدن، تجارت، معامله، این چیزها جایز است، مشکل نداره. کفار حربی سه قسم است. یعنی کفار حربی، کفار که به ضد اسلام تبلیغات میکنن یا مال مصرف میکنن یا نظامی میجنگن، اینها کفار حربی است. هر کس همین سه کار از کفار تقلید میکنه و عمل میکنه و پیروی در همین سه کار از کفار میکنه، این هم جز همون کفار حربی است. یعنی مسلمانی که نامش مسلمان است به ضد اسلام و مسلمین و مجاهدین و موحدین تبلیغات میکنه، مال مصرف میکنه که از بین برن، یا در صحنه جنگ میجنگه، این هم شامل همون کفار حربی است، چرا که متبعین اونهاست و این طاغوت میشه، یعنی خبیث‌ترین و ملعون‌ترین کافر است. اول دوستی کردن با کفار حربی انسان از اسلام بیرون میکنه. دوم دوستی کردن با عقیدهشان، یعنی عقیده کفار دوست داشته باشی، مثل گونه بت پرست هستن، قبر پرست هستن، پیر پرست هستن، انسان پرست هستن، مذهب پرست و گروه پرست هستن، خاک پرست هستن و بخشی از عقایدشان یا 1% یا 2% یا 100% هر چی که با عقیده اینو موافقت داشته باشی، این کفر است. دوم کفر. سوم دوستی کردن با قانون و نظام کفار، قانون و نظامی که کفار میسازن. کفار، کل کفار دنیا که است همه سازمان بین الملل است و با سازمان بین الملل که است به تمام کشورهای کفری و اسلامی قانون میسازه. در کشور اسلامی به نام دموکراسی و سکولاریسم قانون میسازه که او تقریبا 45% از کفر است. یعنی 4500 آیت قرآن دموکراسی قبول نداره دیگه. و دیگریش که است بخشی از اسلام است، کفر هم است، گد و ود است. مثل که نظام طاغوتی دموکراسی گذشته بود، مثلا موسیقی حرام بود، اونا باز ستاره افغان جور میکرد. مثلا سود حرام بود، اونا بانگای سودی رو به ضدش جور میکرد. مثلا زنا و نامحرم دیدن، زن نامحرم دیدن حرام بود، باز اینا زن و مرد به یک اداره کارمند میکرد. مثلا عزت و عفت زن باید حفظ بشه و اینا زن به فوتبال و والیبال با آمریکا و لندن رو میکرد. همسال ای بری زیاد همونطور مسائل بود. در بخش حدود و قصاص خود 100% چی بود که حدود الله را جاری نمیکردن. دوستی کردن با کفار کفر است، با عقیدهشان کفر است، با قانون و نظامشان کفر است. قانونی که کفار درست میکنه او کفر است، دوستی کردن به او کفر است. یا نظامی که دارن، نظام مراد ادارات و شعبات و تشکیلاتشان هست، مثل که پلیس و اردو و امنیت ملی و اینا را که کشور خارجی تربیه میکنه. اینا چیست؟ اینا افراد نظامی است و پیمان ناتو اینا را درس میده و تعلیم میده و اینا را تربیه میکنه. مثل اداراتی که حالا فعلا مروج است، اداراتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته، اونا از خود نامهای مخصوص داشتن و اون نامها این روز نیست، مثل وزارت و ریاست و این چیزها که ما میگیم، اینا کل اصطلاحات مسیحیت و یهودیت و نصرانیت است که شما اگر از علمای محقق پرسان کنیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم 20 اداره یا 21 اداره داشت، در 10 سال حکومت داره، نامهای اداره جنا چی بود؟ همون نامها رو چرا یاد نمیکنین؟ یعنی اصطلاحات کفار میارن. دوستی کردن با قانون و نظام کفار کفر است. چهارم دوستی کردن با متبعین کفار کفر است. یعنی کسایی که کفار تابعداری میکنن یا مطابق با قانون و نظام جور میکنن، مثل که نظام طاغوتی دموکراسی گذشته اشرف غنی و به اصطلاح کرزی بود و نظام طاغوتی و شرکی فعلی که امارت است. امارت هم متبعین یهود است، متبعین روس است و متبعین نظام آیسای پاکستان و نظام روافض مشرک ایران هست و با سازمان بین الملل ارتباط و دوستی ها و موالات و ارتباط داره و بخشی از قوانین او را میپذیره و قبول میکنه. و بزرگترین قانون کفار چیست؟ که با مسلمان ها باید با کفار جهاد نکنن و نجنگن و مبارزه نکنن. اونا میگن ما دو چیز فقط از شما دوست ندارن که باشه به زندگی شما، یکی جهاد و قتال و یکی تطبیق حدود. جهاد و قتال خو امارت به اونا تعهد کرد، پیمان کرد که ما هیچ از افغانستان به علیه هیچ کافری اجازه نمیدیم حمله بشه. یعنی کل پیغمبرها اشتباه کردن، نعوذ بالله، که خود کفار جهاد کرده و 1000 آیاتی که درباره جهاد الله متعال در قرآن فرض کرده، نازل کرده، اینا کلش غلط است. نعوذ بالله 50000 صحابه که به سنگرها شهید شده به سنگرها جهاد، اینا کل غلط است. سلف صالحین که کل در سنگرها جهاد شهید شده، اینا کلش غلط و اشتباه کرده. ما نعوذ بالله خوب فهمیدیم، یعنی سخن الله را رد میکنیم، از پیامبرم رد میکنیم، از سلف صالحین هم رد میکنیم. به واسطه اول کفر بزرگ اینا تابعداریشون چی بود؟ که اینا اعلان کردن که ما با تمام کفار دنیا جنگ نمیکنیم و
یک کفر. کفر دیگه چیست؟ که هر کس با شما بجنگه و در برابر شما جهاد بکنه و مبارزه بکنه، او را ما میزنیم. واسه که دو کفرشه. این میگه کفر دبل سینگ به اصطلاح انگلیسی، یعنی این کفر خود تجدید کردن. چهارم دوستی کردن با تابعدارای کفار. هر کس از کفار حربی متابعت میکنه، دوستی کردن به او انسان مرتد میسازه و انسان از اسلام و ایمان بیرون میشه. پنجم دوستی کردن با او گروه و فرقه باطله که به ضد اسلام و مسلمین میجنگه و جنگ خود یا حلال میگه یا جهاد میگه و دلیل شرعی هم نداره. مثل که امارت طاغوتی مشرک در نظام طاغوتی گذشته اشرف غنی و کرزی هم با خلافت اسلامی میجنگید. آمریکایی هم خلافت میزد، روافض هم میزد، حکومت طاغوتی دموکراسی هم میزد و امارت هم میزد. خب اگه امارت مسلمان بود چرا با آمریکایی همکار بود؟ چرا با روسا همکار بود؟ چرا با شیعه ها همکار بود؟ چرا با نظام طاغوتی که خودش با او میجنگید چرا با او همکار بود با علیه خلافت اسلامی؟ پس این خود از کفر امارت ثابت میکنه که هرگاه که یهود یک کس را به خود دشمن میگیره و تو هم دشمن میگیره، تو یهود یک چیز هستی. هرگاه که یهود یک کس به خود دوست میگیره، تو هم دوست میگیری، پس تو یهود یک چیز هستی. اگر با یهود دشمن هستی، با مسلمان دوست هستی، پس اینجا نشانه ایمان شماست. پنجم دوستی کردن با گروه باطلی که در برابر مسلمین میجنگه. و خلافت اسلامی مسلمان نیست، برادرای مسلمان شما نبودن. در سوریه و عراق و لیبیا و بیت المقدس، در دیگر کشورها که به صدها هزار مسلمان رافضی ها و مشرکین به اونا تجاوز جنسی کردن و اونا رو به شهادت رسوندن و آبروی عزت و عفتشان از بین بردن. اونا از ناموس مسلمین و از اهل سنت دفاع میکردن. 38,000 اهل سنت در یک روز به عراق توسط شیعه مواد شیمیایی زده شد. بشار اسد اونا رو مواد شیمیایی زد در سال 85. اونا رو سوختند. کدام طالب مشرک امارت رفت از اونجا دفاع کرد؟ و 75 سال میشد که به مسلمانای میانمار اجازه حج بیت الله نبود. این خلافت اسلامی بود که رفت در میانمار استشهادی کرد و عملیات شهادت طلبانه رو اونجا انجام داد تا که کفار به جهنم فرستاد. در سوریه و در عراق و در لیبیا ظلمای متنوع، در برما کودک‌ها و طفلک‌های مسلمان‌ها رو زنده پوست نکردن. کجا بود مشرکین امارت بره؟ مشرکین امارت خودش در داخل نظام طاغوتی پاکستان یک پتاغیر اجازه فیر کردن نداشت. اگر میگه زنایشون رو به آمریکایی‌ها میدادن و مردایشون هم روس بنده میکرد. پس و اینا همین در برابر خلافت اسلامی می جنگیدن و جنگ خود چی میگفتن؟ هم حلال میگفتن و هم جهاد میگفتن. این جهاد است میگفت. ما مردار کردیم میگفت خلافت اسلامی رو، نعوذ بالله. و دلیل شرعی هم نداشتن، با کفار هم فکر بودن. پس این دوستی هایی که از جنس کفر است باز انسان رو در کفر داخل میکنه و این دوستی ها جایز نیست. الله جل شانه در سوره مائده آیت 54 55 و 56 میفرماید: انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون فمن يتولى الله ورسوله الذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هر کس که با الله دوستی کرد، با رسول صلی الله علیه و سلم دوستی کرد، با مؤمنان دوستی کرد و هر کس که با الله و رسول دوستی کرد، او یقینا ایمان به الله و روز آخرت داره. و هر کس که دشمنی با الله میکنه، با رسول صلی الله علیه و سلم میکنه، با مؤمنان میکنه، یقینا او از جمله مسلمان ها و مسلمین نیست. و این حکم سریع الله متعال است و اتفاقی است که و یکی از درسای بزرگ عقیده اسلامی دوستی های کفری است. یعنی موالات مکفر است، دوستی ها و ارتباطاتی که انسان به کفر داخل میکنه. انسان بعد از اونها اجتناب کنه و پرهیز کنه و اگر پرهیز نمیکنه باز به نواقض ایمان و اعمال قرار میگیره و از اسلام و ایمان بیرون میشه. الله جل شانه توفیق بده که ما از تمام صفات کفری اجتناب و پرهیز بکنیم و در تمام برابر کفار که الله به اونا دشمن است و رسول صلی الله علیه و سلم به اونا دشمن است و مسلمین به اونا دشمن است و اونا دشمن مسلمین است، مقاتله و مبارزه بکنیم تا که اونا رو مردار و به جهنم بفرستیم و قانون الله در سرزمین الله متعال بلند و حاکم بشه و شهادت فی سبیل الله متعال نصیب ما بگردانه. کافر فرق نمیکنه که آمریکایی باشه، لندنی باشه. ابو جهل کافر بوده، عرب بوده. بچه نوح علیه السلام بچه پیغمبر بوده، کافر بوده. کاکای رسول الله صلی الله علیه و سلم کافر بوده. کافر به جغرافی تعلق نداره که ما وطن پرست و زبان پرست و قوم پرست نیستیم، ما الله پرستیم. اگر پدر ما کفر کنه او را کافر میگیم. و همونطور که قرآن الله متعال در قرآن کریم سوره توبه آیه 23 میفرماید: یا ایها الذین آمنوا، ای کسایی که ایمان آوردید، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم، نگیرید پدران خود را و برادران خود را اولیاء و ان استحبوا الکفر، به دوستی. اگر پدر مادر شما خود مستحق کفر میدونید، وکیل مدافع کفر میدونید، دفاع کننده کفر میدونید، عامل قانون کفار میدونید، در برابر مسلمین و در برابر مؤمنین و در برابر ایمان و اهل ایمان، مثل که امارت با روس و با
ISI با سازمان بین الملل یکجا شده در برابر خلافت. الله خوب سری به این آیت میگه لا تتخذوا، نگیرید آباکم و اخوانکم، پدر خدا و برادر خدا، اولیاء هم به دوستی، این استحب الکفر، اگر پدر و برادر تو خود مستحق کفر میدونست یا مدافع کفر میدونست یا همکار کفر میدونست در برابر مسلمان ها علل ایمان، نسبت به اهل ایمان، فمن یتولهم منکم، هر کس از شما به او تولا و دوستی میکنه، فاولئک هم الظالمون، او از جمله ظالمین است که ظلم او به درجه کفر و ارتداد رسیده. پس در اسلام انسان باید الله و رسول از خود خو، از پدر و مادر خو، از تمام مخلوق بیشتر دوست داشته باشه. امر الله و سنت رسول الله از خود خو، از پدر و مادر خو، از تمام مخلوق بیشتر دوست داشته باشه. به ذات الله قسم هست که تمام افراد امارت و تمام مشرکین دنیا بیاین با اسلام 100% داخل شن، توحید الله را 100% بپذیرن، شریعت الله را 100% بپذیرن، با تمام دوستان الله 100% دوستی کنن، با تمام دشمنان الله 100% دشمنی کنن، 100% نظام الله و شریعت الله بخوان تطبیق کنن، ما خون و جان و مال خود فدایشان میکنین. و اگر اینا با 0.5% آیات قرآن کریم مخالفت کنن، با یک سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم مخالفت کنن، به ذات الله قسم است که الله متعال 1000 بار برای ما عمر بده و جان بده، ما خود استشهادی میکنیم و یک بار خود استشهادی میکنیم، دیگه بار خود استشهادی میکنیم، دیگه بار خود استشهادی میکنیم و اینا رو به جهنم الله میفرستیم. ولو که 70,000 بار ما تک شیم و زخمی شیم و تکلیف‌ها و سختی‌ها رو ببینیم، این گوشت ما، این جان ما، این آبروی ما در برابر آیات قرآن کریم عددی حساب نمیشه. همونطور که حنظله رضی الله عنه شب اول عروسی بیرون شد، جیگرش پاره پاره شد، بینیش بریده شد. همونطور که رسول الله صلی الله علیه و سلم در احد دندان مبارک شهید شد و در طائف پاهاش خوناله شد و در شب ابی طالب 3 سال به محاصره مشرکین و مرتدین محاصره بود. پس جان ما، آبروی ما، عزت ما از صحابه و از قرآن و از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم بالاتر نیست. و هر کس صد شریعت قرار بگیره، مخالف آیات الله بشه، مخالف به سنت رسول الله بشه، مخالف به منهج صحابه بشه، مخالف به عزت و آبروی مسلمین بشه، به ذات الله قسم هست نظر به حکم شریعت و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم یک جان است که اگر الله یک لک جان هم بده، یکی پی یکی دیگه فدا میکنیم و اینا رو به جهنم و